ما عقیده های سیاسی مهاجران را به نظر نمی گیریم. هستند کسانی که می خواهند پناهنده سیاسی باشند. چون معلوم شد که تعقیب می شوند به آنها پناهندگی می دهیم. به یک گروه دیگر پناهندگی نمی دهیم. اما آنها را به وطن نمی گردانیم. چون که می ترسند آنجا جان آنها در امان نخواهد بود. درباره مهاجران تاجیک باید بگویم که چندین بار با حکومت تاجیکستان گفتگو داشتیم. عمیق‌ترش آنها با من صحبت داشتند. من به آنها گفتم اگر دلایلی درباره قانون ویرانکنی آنها دارید به ما پیشنهاد کنید. ما این دلایل را می سنجیم، به نتیجه می رسیم. ما نمی خواهیم در کشور ما عملهای صادر شوند که جایز نیستند. جایز بودن یا نبودن آنها را قانونگذاری آلمان تعیین خواهد کرد. در ما حقوقهای سیاسی مهاجران محدود نیست. اظهار نظر و دیگر مسئله های مربوط به آن در آلمان جایز است. اگر رفتارهایشان خلاف سرقانونی آلمان نباشد و آنها شامل گروه‌های تروریستی نیستند. برای آنکه آنها اعضای گروه‌های تروریستی پذیرفته شوند فقط اظهارات حکومت کفایت نمی‌کند. حکومت باید دلایل پیشنهاد سازد که دادگاه آلمان به آنها باور کند. در عکس حال این چیز برای ما ارزش نخواهد داشت.